آفتاب عمری من ای نور بخش من، قوت فزا و شوق ده و شور بخش من. بر نبض جان و صوت نفس جور بخش من، ای شادی آفرین من و سور بخش من. بر جان ناتوان من زور بخش من، درمان دردهای من ای مادری عزیز. دور از کنار گرم تو تنها ترین منم، با یک دعای سبز تو برناترین منم. نادانم و برای تو داناترین منم، در چشم نغز بین تو زیباترین منم. دارم تو را و آدم داراترین منم، ای گنج بی بهای من ای مادری عزیز. جانی مرا به گنج دعاها خریده ای، از بهر من تو پرده شب را دریده ای. نه از تمام دهر که از خود بریده ای، بگذشته ای ز خویش و مرا آفریده ای. با شیر پاک و لفظ نکو پروریده ای، ای سایه خدای من ای مادری عزیز. از ضربه های زندگی تنها توی سپر، تا با من گزند نمی بینم و خطر. اندر نبرد عمر مرا موجب ظفر، تنها تویی که عیب مرا دیده هنر. اولاتر است حرف تو از در و از گهر، اولترین برای من ای مادری عزیز. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرت تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامیداشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم می توانید آن همه پارچه های شعری، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند. می توانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیرتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک می کنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به اینا باید گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما قرار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.